درود به بچه های گل یوتیوب. امیدوارم حال دل همتون خوب باشه. بچه ما برگشتیم با کمی تغییر، با کمی تأخیر و با یه سری نکته هایی که باید حتما تو این ویدیو بهتون بگم. ببخشید از اینکه یه ذره نبودم، کلا هم تو بازی زیاد نبودم، هر از گاهی خیلی دیر وقت میمدم بازیمو میکردم و میرفتم، یا اینکه با یه سری از دوستای گلم نتونستم درست بازی کنم. از همتون معذرت خواهی میکنم. بریم اول این التیمیت رو داشته باشیم. البته میخوام یکم تقریبا یه 8کایی روش بزنم. اصلا برام مهم نیست بهم بده یا نه، چون التیمیت خیلی خوشگلتری قراره بیاد، یه لباسای قشنگتری قراره بیاد، ولی خب خواستم که اینم تو لباسام باشه. اگر داد اگر نداد بازم مهم نیست برام. اول بریم ویدیوشو ببینیم برگردیم. و گان داره، لباسش هم تقریبا جذبه. بریم اول یک کوچولو ویدیو ببینیم اینجا. همین، بله تقریبا همین. دخترونش و پسرونش. این چشمنده اومده جلوش. گان داره و چتر داره، کوله خاصی نداره. دنسش هم که خب خاصی نیست تقریبا. حتی فکر میکنم چی شده؟ نمیدونم، اطلاع خاصی ندارم، ولی فکر میکنم تقریبا چیکن فکر میکنم باشه. چیزی هم که بک داده لباسشو که داریم، ماسکشو که داریم، دنسشو نمیخوام، همه چی تقریبا داریم. حالا یه سری از قطعات اسکارل هست اینجا، ما تونستیم قیافشو درست ببینیم. خب دوستای گلم، long story short که ما قراره بریم برای این لباس بزنیم، یه 8کایی هزینه کنیم روش، با امید خدا که بگیریمش. اگرم نگیریمش که فدای تک تک شماها. دوستای گلم هم که توی چیکن بتل دارن کمکم میکنن، واقعا بدون منت. یه سری از دوستام هستن که واقعا بدون منت دارن به من چیکن میدن. دست تک تکتون رو میبوسم، دمتون گرم. و یه سری از دوستامون هم که کم لطفی میکنن و راهش یاد گرفتن یه جورایی فقط چیکن رو به من میفروشن. این یه ذره قشنگ نیست. حداقل بیاین تو این چیکن بتل یکم هوامون داشته باشید. بالاخره میدونید که طبق حرفی که همیشه میزنم، هوامو داشته باشید که هواتون رو دارم. ولی خب ویدیو رو طولانی نمی کنم، یکم دلم ازتون گرفته، مخصوصا بچه ایرانی، مخصوصا بچه‌ای که پرچم ایران رو میبینن بی احترامی میکنن. به همون دلیل من رفتم پرچمم رو عوض کردم و گذاشتم این پرچم. امیدوارم که حداقلش بی احترامی دیگه ازتون نبینم، بلکه به اسم کشور خودمون بتونم پرچمو بذارم تو بازی. اسم نمیبرم ولی به یاد تک تکتون هستم، مخصوصا بچه‌ای که تو یوتیوب دارن من نگاه میکنن، مخصوصا خود تویی که الان داری این ویدیو رو نگاه میکنی و برام لایک و کامنت میذاری. لایک رو بکوب که 10 تای اول رو به عشق خودتون میزنم. اوکی.
اینجا که هیچی. باز هیچی. خیلی زود بگیریم حداقلش لباسو. قول رفقمون ایراد نداره. خب برو بریم، ایراد نداره، همه دمش ما که توقعی ازش نداریم. خب یه جم داد به همون. نه کلن زده تو کار اسپری دوباره. گرانیتشو داد. اوکی تو خاصی نیست گرانیتش. گرانیت زیاد بریم. هیچ این 10 تایی میگیریمش. نه دیگه ببین، یا تو این 10 تایی لباس رو میده یا تو 10 تایی بعدی، ولی امیدوارم این 10 تایی بشه. بله دیگه اینجا دیگه الان میره کوکتل مولوتوفشو میده. حداقلش لباس در بیار دیگه. آره در بیار. پوینت. اوکی بله بلکه اینجا در نیاوردیمش. اوکی ما بریم یه چند تایی کل هوم اسکیپ بریم. هرچه باده باد. حالا از اسکیپ در بیاریم. همین بله. خب دوستان دیدین که هیچی نداد تقریبا. ما گفتیم زیاد قرار نیست هزینه بکنیم برای این قضیه، چیز خاصی نداره. گفتیم شاید بگیریمش، شاید هم که خب اگه داد نوش جونمون، نداد که باز نداد. نمیدونم چرا یه حسی من میگه ما که 158 رو زدیم بزنیم تا 250 تا که حداقل اون پوینت آخرش هم بگیریم، بلکه تو این به ما یه چیزی داد. نظرتون دوستان؟ نه خیر. بریم یه ترای دیگه بکنیم ببینیم. A few minutes later. خب همونجور که گفتم ادامه بدیم تا حداقل پوینت آخر رو بگیریم، بلکه توی با این 4 تا بتونیم حداقلش لباس رو بگیریم. هیچی کوکتل مولوتوف هم که طبق روال میدونستیم قراره بده الان، ولی خوبیش اینه که لاکش رو صفر نمیکنه، یعنی همچنان برای لاکش میره. بریم ادامهش رو بریم. لباس اینجا میدی؟ نه لباس جمع جوریه، خوشگله، داشته باشیمش. برای که نه یه پوینت دیگه. مرسی 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 برای یه پوینت دیگهت. بریم 2 تا دیگه تقریبا فکر میکنیم بتونیم بزنیم. 2 یا 3 تا دیگه دارم. این 2 تا 3 تای دیگه حداقلش بدی دیگه الان. نه بکنم طبق روال اونجوری که خودش بلده داره یه جوری به ما پوینت میده که ما اینو فقط با پوینت بگیریم که وقت دستمون نره. خب باش بلکه اینجا نداد. خیلی هم عالی. و آخرینش که باز فکر میکنم کم میاریم برای پوینت آخری، ولی خب بلکه اینجا بدیش. نه
اینه که ندادی. تقریبا 228 شد. فکرم نمی کنم با این تکیاش به ما چیزی بده، ولی میریم رو اسکیپ. بریم رو اسکیپ. 2 3 مرسی 4 و هیچ. خب نداد. آی خدای من، چی بگم از دست تو پابجی. 1 minute later. بریم برای لباس. و آخرش مرسی که واقعا ممنونم. مرسی از اینکه پابجی راشو خوب یاد گرفتی ها. یعنی یه جوری خوشگل راشو خوب یاد گرفتی ما. خب ما بریم اینو با پوینتش بگیریم. این بیشتر از این هزینه است و منم بیشتر از این موافق نیستم که خب ما 6 تا پوینت داریم و لباس رو حداقل کالکت میکنیم. برو بگیریم اینو کالکتش کنیم. دقیقا لباس کاملا دخترانه. خب مبارکمون باشه. این داشته باشیم. بیاد رو لباس. 43 تا تقریبا پوینت. یه چیز خاصی ازش نمیخوان. ایشون بندش رو باید برداریم و تبدیلش کنیم به کرکتر خانوم تقریبا. خب بچه دم دلتون گرم که این ویدیو رو تا اینجا دیدین. مرسی. بازم مرسی برای اینکه ساپورت میکنین از لحاظ لایک و کامنت و کمک هایی که تو یوتیوب و نظرهایی که به هم میدین. واقعا مرسی، ممنونم ازتون. یادتون باشه لطفاً کامنت هایی برای یوسی برام ننویسین که اگر برنده جایزه بشین توی قرعه کشیام کامنت ها رو بخونم راجع به یوسی حرفی زده باشین راجع به یوسی، مجبورم که اون قرعه کشی رو قبول نکنم. اگرم شده باشه همچین چیزی ویدیوشو براتون میذارم، ولی لطفاً فقط برای یوسی کامنت فارسی برای یوسی برام ننویسین. خیلی موضوعات دیگه هست که میتونیم بگین، خیلی نظرهای دیگه هست که میدونم ذهنتون روحیاتتون نسبت به این بازی از من بالاتره، بهتر میتونین، خیلی چیزا رو شما میبینید من نمیبینم، میتونین اونا رو به هم یادآوری کنین. و اینکه بازم دم دلتون گرم تو این چیکن بتل هوامو داشته باشین که هواتون دارم. خب تا دیداری دیگر دوستان گلم، بدرود.